میدونی دمای واقعی گدازه چقدره؟ اون چیزی که قرمز و براق میبینی اونقدر داغه که حتی لازم نیست لمسش کنی. فقط دستتو نزدیکش ببری میتونه پوستتو بسوزونه. حتی با دستکشای ضد حرارت هم نگه داشتنش خیلی سخته، چون توی چند ثانیه دستکش رو هم نابود میکنه. حالا جالبه بدونی گدازه‌ای که از آتشفشان فاصله گرفته همچنان حدود 600 درجه سانتیگراد دما داره. نزدیک دهانه آتشفشان، اما دماش میتونه 2 برابر این مقدار، یعنی حدود 1200 درجه سانتیگراد باشه. با گذشت زمان گدازه کم کم خنک میشه و رنگش تیره تر میشه. وقتی کاملا سرد شد لمس کردنش دیگه امنه. اما حواست باشه بعضی وقتا فقط بیرونش سرد به نظر میرسه. اگه بازش کنی میبینی داخلش هنوز قرمز و فوق‌العاده داغه. اگه یه تیکه از اون گدازه داغو بندازی توی سطح آب تقریبا فوری شروع میکنه به جوشیدن. بعضی دهانهای آتشفشان از بیرون آرومن، اما کافیه یه چیزی بندازی داخلش سریع شروع میکنن به جوشیدن و حباب زدن. واسه همینه که واقعا باید به کسایی که لبه آتشفشان راه میرن احترام بذاری.